با هم میخوایم یه تور بریم به موزه مرسدس بنز اشتوتگارت آلمان. اینجا سوار یه دونه قطار میشیم بریم به لبه شهر، اونجایی که موزه رو میتونی پیدا بکنی. ویدیو خیلی طولانی نیستش، به خاطر من یه ذره تونتون صحبت میکنم. پشت سر این فینگلیا راه میافتیم تا اون ساختمون ته برسیم که موزه هستش. این دست چپ هم که پارکینگ کارکنای بنز هست که یه سریش بنز نبود، من توجه کردم، یه مش خائن هم هستن. اینجا هم که همونطور می‌بینید درخت‌ها برگاشون ریخته. وقتی دیدن توی این منطقه بنز در اومدن و بعد از پرداخت 16 یورو تقریبا 1 میلیون تومان شما میتونید وارد این ساختمون 9 طبقه 47 متری بسیار مجلل بشید که یه طراح هلندی درستش کرده. سوار آسانسور بشید میرید بالا و از اونجا توی یک ساختمونی که شبیه دی ان ای سر می‌خورید میایین پایین و ماشینا رو می‌بینید. کمتر آدم خسته میشه چون مسیر رو به صورت رو به پایین حرکت میکنه. این اولین ماشینایی هستش، وسیله نقلیه هستش که بشر درست کرده. آقای کار بنز تو سال 1886 پتنت اینو ثبت کرده. اون سه چرخه‌ای که می‌بینید اولین ماشینش بوده که توانش هم خیلی پایین بوده. این سه تا کله‌ای که احتمالاً به جا نمیارید آقای کارل بنز بوده اولیش، دومی دایملر و سومی آقای میباخ. اینم تایملاین زندگیشون هست و اینا اولین نسخه‌های ماشین‌هایی هستن که اون زمان داشته درست می‌شده. ماشینای زیبایی هستن بسیار، ولی کم توانشون اندازه کمتر از یه اسب بخار بود، یعنی 1/100 یه پراید هم زور نداشتن. همینطوری که می‌بینید هم مسیر مارپیچیه که به سمت پایین میره. این تقریبا بالاترین طبقه ها هستش و این هم ماشینای هندلی. این دور و بر هم یه سری تابلوهای روشنی هستن که تاریخ جهان و موزه بنز رو تعریف میکنن. یه سریش رو من براتون توضیح میدم همونجوری که میریم جلو. این ماشینایی که تو این طبقه‌های بالا هستن که مال سالهای 1886 تا 1900 تا 1914 این زمانا هستن که تولد برند بنز بوده. همشون هندلی هستن همونطور که گفتم و این هندل هم که مصیبتایی داشته، راننده میرفته هندل بزنه یه لگدی میزنه، بعضا دستش میشکسته و به مرور این استارترهای برقی اومدن، ولی این هندل به عنوان خاطره توی کیت ماشینا همیشه بوده تا سال 1950 30-40 سال بعد از اینکه استارترهای برقی اومده. همونطوری که اینجا قشنگترین چیزی هست که توی این موزه میتونید ببینید اولین موتور مدرن بنزینی که بشر درست کرده. البته همش کار بنز نبوده، کسای دیگه هم به موازاتش کار کردن، ولی خب به اسم اینا تموم شده. اون زمان هم موتورهای هیبریدی و برقی و اینا به این شکلی که الان هست نبوده و فقط ماشینای قشنگ بنزینی بودن. از اون بالا میتونید طبقه‌های پایین هم ببینید و این همون آسانسوری بود که من سوار شدم اومدم طبقه بالا و اینم بیرون هستش که اون بیرون تو اتوبان یه سری ماشینای بی ام و ماشینای الکی دیگه دارن راه میرن و شما اینجا این فرصت رو دارید که ماشینای زیبای بنز رو ببینید. امیدوارم که قلبتون تحمل این همه زیبایی رو داشته باشه. برگردیم به سمت داخل. این در و دیوار هستش و این تاریخ جهان و بنز هستش که با هم میتونیم مرور کنیم. یکی از چیزای جالبش در مورد این هست که تقریبا 120 سال پیش ساعت کاری رو به 9.5 ساعت رسوندن که بر خودش یه دونه در واقع توسعه بوده تو نگهداری منابع انسانی. این موتوری که آویزون دیدید موتور هواپیما بود که برای جنگ جهانی دوم اون هواپیما اون ته پیداست. به صورت خیلی انبوه بنز داشته تولید می‌کرده و اینم ماشینای خیلی لاکچری و گرون قیمتی که اون زمان بود. این ماشین قرمزی که دارین می‌بینید که الان میریم جلوش در واقع گرونترین ماشینی بوده که بنز اون تاریخ میزده و قیمت الانش اگه بخوایم به در واقع قیمت‌ها و پولای الان حساب بکنیم میشه 98,000 یورو. اون چیزی بود که اونجا نوشته بود که عملاً پیش ماشینای سوپر اسپورت الان قیمت زیادی هم نیست و زمان خودش در واقع لاکچری ترین گرونترین ماشین حساب می‌شده. بله این قسمت ماشینای سنگینش هستش. اولین ماشین سنگینش رو سال 1923 تقریبا 100 سال پیش زده که این ماشین کشاورزی بوده. بعد میره سال بعدش اولین کامیونش رو میزنه که بالای 100 سال از اون زمان میگذره. همونطور که میبینید این در واقع کامیونای خیلی قدیمی اون زمان هستن با دماغای کشیده و قیافه‌های جالب و قدیمیشون که هر کدوم برای کاری ایجاد شدن. توی جنگ جهانی هم خیلی این فیلم‌ها رو ببینین در واقع مشخصه. این ماشین هم که ماشین کش هستش. فیلم بردارم علاقه زیادی داشته همه بیرون رو بگیرون. ورزشگاه اشتوتگارت هستش که یه تیم فوتبال معروف فکر میکنم دارن. این هم که شبیه ونای بله ستخندان هستش و این کامیونایی که شما اینجا میتونید ببینید که اولین کامیونی بوده که در واقع بشر درست کرده برای استفاده‌های سنگین خودروهای دیزل طراحی شده.
این برای شرکت پست هست، این زرده در واقع مال مدرسه نیستش و این هم یه ماشین کش بزرگ هست که یه ماشین رو توش گذاشتن. این قسمت هم دست راست میتونید شل و آرال رو ببینید که دو تا تولید کننده و تامین کننده بنزین بودن که اون زمان استفاده میشدن. تو این سالونا انواع مدل‌های ماشین‌های قدیمی از جاهای کشورهای مختلف که جمع کردن آوردن اینجا. یکی احتمالاً آلمانی بوده، تبلیغ قصابی آلمانی کنارش چسبیده و اون پشتیه که می‌بینی شبیه یه ماشین سیرک پر از نوشته و ایناست، اون از انگلیس اومده. یه دلال ماشین یا تعمیرکار ماشین شاید انگلیسی بوده، اینجوری ازش برمیاد و شما میتونید مدرن ترین بروزترین کامیونا رو هم ببینید. این هم کار شعبه فکر میکنم هند یا پاکستانشون باشه، چون رنگی که اینجا هست منطقی نیست که مال جای دیگه ای باشه. اگه اطلاعات فنی و تاریخ خیلی دقیق نیست، به خاطر اینه که من فقط در مورد ماشین رو میدونم که کلاژ وسطیه. توی اینجا شما این فرصت رو داری که دستتون رو گلی کنید، با تکنولوژی آشنا بشید. مثلا میتونید این یکی رو امتحان بکنید، با هم ببینیم. توی این طبقه میتونید ماشینایی ببینید که متعلق به زمان طلایی بعد جنگ جهانی دوم که به ووندایاقی یا سالهای طلایی و خاص بنز تعلق داره، که ماشینا با رنگ‌های مختلف و تیراژ بالا تولید می‌شد. یه زمانی مهندس فورد که شرکت فورد رو زده بود میگفتش که شما هر رنگ ماشینی بخواید من براتون تولید میکنم، البته اگه سیاه باشه. ولی بنز توی این سالها نزدیک 40-50 مدل رنگ ترکیب رنگ رو تولید میکرده. ماشینای خیلی قشنگ، مثلا اینجا دورزاب، اینها رو میتونید تو طرح‌های مختلف ببینید که تو تیراژ بالا تولید و فروخته می شده و اقتصاد آلمان که رشد کرده بوده اون سالها و مردم میتونستن اینها رو تهیه بکنن. میریم دور به قسمت ماشین‌های سنگین. ماشین‌های برای اهداف مختلف تولید می شده، مثلا برای آتش نشانی، یکی برای صلیب سرخ هستش، این یکی هم یه دونه ماشین آتش نشانی است که به نظر مخزن آب نداره، فقط لوله داره، نمیدونم چطوری کار میکنه. و این آخری هم یک ماشین مدرن هست برای کشاورزی. و ماشین آخر هم یه ماشین یدککش هستش که متعلق به آداک یا انجمن خودروی آلمان هستش. بریم یه طبقه پایین تر، یواش یواش ماشین ها بروزتر و در واقع مدرن تر میشن دیگه. یواش یواش بنز میره به سمت اینکه از سوخت کمتر خودروهاش استفاده بکنن و امنیتشون تامین بکنه. یکی از اولین کسایی بودن که توی آلمان به کمک شرکت بوش اومدن و ایربگ رو درست کردن که امنیت ماشینا افزایش پیدا بکنه. داستانای زیادی در مورد بنز با ایران هم هست. یکیش هست که زمان شاه یه نفر میره میگه تولید بنز رو به ما بدید توی ایران انجام بدین، که اون نماینده بنز میگه که دستش رو به علامت 3 شاخه آرم بنز در میاره، میگه شما همینم نمیتونید تولید بکنید، که حالا اون طرف دیگه نیست که ببینه هنوزم نمیتونیم این کارو بکنیم. خب همونطوری که می‌بینید ماشینا همچنان قدیمی هستن ولی با سیم هم به هم وصل شدن، معلوم نیست چرا. دور تا دور هم میتونید جای مختلف فیلم ها رو ببینید که چطور تستای مختلف، اینجا تست هندلینگ، تستای امنیت برای پشت سر یا کمربند ایمنی که قبلا مدل ساده تری بوده که فقط کمر رو نگه می‌داشته، بعداً 3 نقطه ایش اضافه شده، رو میتونید ببینید. تستای مختلف رو این شایعه همیشه بوده که از مرده ها استفاده میکنن. فکر میکنم این طرفی که الان داره نشون میدم مرده هستش که استفاده میکنه از اجساد که تست واقعی تر باشه و هزینه تست هم کمتر باشه. به هر حال اینجا مشخص است. این آقا هم که میبینید اتوبوس بانه، فکر کنم بچه ها میتونن برن توی اتوبوس رو ببینن و ایشون نگاه میکنه که اینا دست نزنن به این ماشین. فکر کنم و ماشین‌های مختلفی رو که میتونید کنار هم ببینید. این ماشین هم که معلوم نیست، مثل دیوار گرافیتی دادن به بچهای آمادگی یا دبستان، اینو رنگکاریش کردن و یه جاهای ماشینا در هم هستش، از جاهای مختلف اینا رو جمع کردن. مثلا این بنزی که میبینید اگه اشتباه نکنم یکی از بنزهای تشریفاتی بوده که عکس شاه ایران هم زده بودن که سوار این میشده، از فرودگاه می آوردنش به داخل شهر. اینجا هم تایملاین تکنولوژی‌های مختلف خودرو رو میتونید ببینید که هیبرید و برقی و اینها چه سالایی و چه تکنولوژیایی براش
استفاده شده، به مرور چه چیزایی براش توسعه داده شده و تایملاین جالبی هست که تو هر تیکش یه مونیتوری هست. این بچه‌م مثل بنز داره اینجا میدوه و شما آخرین ماشینایی که بنز داره تولید میکنه رو هم میتونید اینجا ببینید که خیلی شیک و قشنگ هستن. اون ماشین سفیدی که میبینید ماشین کاملا برقی است، 4 تا موتور برقی داره، 750 اسب بخور، 250 تا میتونه بره. ماشینای گرونی هستن. آلمانیام زیاد بنز نمیخرن چون هزینه تامین نگهداری و قیمتش به اون چیزایی که میده خیلی گرونه. اینجا هم که شما میتونید ماشینای برقی رو ببینید که چطوری کار میکنه، که برقش رو اگه تامین کنی این میچرخه، این داره برعکس میشه، اونوری بچرخون میچرخونه و هرچی تندتر بچرخونه ماشین تندتر میره و اینم خب یکی از جذابیتایی واسه بچه‌ها داره. و به طبقه آخر میرسیم. اینجا که ماشینای مسابقه‌ای هستش و خب بالاخره ماشینای مسابقه اهمیتشون این بوده که همیشه تو مسابقات تستاش انجام میشده و بعد از اون تکنولوژی‌ها رو میآوردن داخل ماشینای شهری استفاده میکردن. همونطور که این ماشینا شکل‌ها و رنگ‌ها سایزهای مختلف، حتی ماشینای سنگین رو میتونید ببینید، ولی همشون برای مسابقه. و اینم که ماشینای فرمولا 1 هست که حتما مسابقاتش رو اگه علاقه‌مند به خودرو این چیزا باشین دیدیم. زمان جنگ جهانی دوم متفقین یعنی آمریکا و انگلیس و اینها حمله حسابی میکنن به آلمان و یکی از هدفهای اصلیشون همین کارخونه بنز بوده، به خاطر اینکه در واقع خیلی از وسایل جنگی رو، ماشین‌آلات جنگی رو، حتی هواپیمای جنگی و موتورش رو تولید و تامین میکرده که اینا مجبور شدن خیلی از وسایلشون رو قایم بکنن توی زیرزمین‌ها و 100 تا کارگاه کوچیک تو کل شهر زده بودن که به صورت گسسته تولید بکنن که قابل پیگیری و قابل از بین بردن نباشه. همینطور که می‌بینم ماشین‌های مسابقه بسیار قدیمی هستن که اون زمانا توی فیلماش اگه بخوام پیدا بکنین سیاه‌سفید احتمالاً هست که میتونید ببینید که اینا داشتن مسابقه میدادن. و بعد به جلوتر ما میرسیم به در واقع ماشین‌های مسابقه جدیدتر تا فرمولا 1 که یه ماشین جالبی که اینجا وجود داره که من هم این شانس رو داشتم به لاستیکش دست بزنم و اولین برخورد نزدیک من با همیلتون بود. ماشینی که همیلتون باش موفق شد در واقع 7مین قهرمانی خودش رو به دست بیاره. ماشین خیلی قشنگی هستش که الان میادش یواش یواش توی تصویر. ماشین مشکی هست، 850 اسب بخور، 360 تا میتونه بره. دقیقاً این ماشین که ماشین فوق العاده است که اینو دیگه آوردن تو موزه به عنوان خاطره، به خاطر قهرمانی همیلتون و تونسته به در واقع رکورد شوماخر برسه. و شوماخر هم اگه نمیدونید توی آلمانی به معنای کفاش هستش. و این بود قسمت ماشینای مسابقه. اینجا یه پانوراما هست که همونطور که میبینید بنز میتونه ماشیناشو تو دیوارم پارک کنه. این قابلیت ماشین بنزه. اینجا هم دیگه یواش یواش شما رو از موزه بیرون میکنن. یه دونه ماشینم اره کردن چسبوندن به دیوار که میتونید ببینید. و اگه دیگه از دیدن بنز و اینا خیلی ذوق زده شدید میتونید یه ماشین هم اینجا سفارش بدید، توی طبقه همکفش بخرید و با خودتون ببرید. امیدوارم از این تور خوشتون اومده باشه. کانال منو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و بفرستیدش واسه هر کی فکر میکنید از موزه بنز خوشش میاد. خداحافظ.